تجارت یکی از بیزنس هایی است که بین تمامی کشورها مشترکه و افرادی که تو این زمینه فعالیت دارن سعی میکنن محصول خودشون رو به کشورهای دیگه واسه تبلیغ کار خودشون و یا بزرگ کردن بازار مالی خودشون صادر کنن. حالا انجام دادن این کار نیازمنده که شما با وکیل‌های حرفه‌ای در ارتباط باشید که بتونن این کارو، یعنی ثبت شرکت توی کشور مقصد رو برای شما انجام بدن. تو این ویدیو میخوام یه پلتفرم بهتون معرفی کنم که خود بازرگان میتونه بیزنس و تجارت خودش رو ثبت کنه و شروع به صادرات و حتی وارد کردن کالا از کشورهای ایران، روسیه و چین بشه. البته که ثبت نام تو این پلتفرم کاملا رایگانه. درسته، کاملا رایگان. تنها هزینه ثبت شرکت داشتن یه تلفن همراه و اینترنت. شما فقط کافیه وارد اینترنت شید، سایت تجارت بین الملل مالمیر رو سرچ کنید. البته که این سایت به 4 زبان فارسی، انگلیسی، روسی و چینی در دسترس است. فقط کافیه روی قسمت ثبت نام رایگان کلیک کنید و اطلاعاتی که ازتون خواسته رو وارد کنید. شما میتونید به صورت کاملا دستی خودتون ثبت نام رو انجام بدید. و همین راحتی بعد از ثبت اطلاعاتتون شما یک کد دریافت میکنید و تموم، شرکت شما ثبت شد. هدف اصلی این سایت ایجاد یک فضای امن و راحت است که بتونن با استفاده از این پل ارتباطی یک بیزنس بازرگانی راحت رو با هم دیگه انجام بدن. پس فرصت رو از دست نده، با همین گوشی دستت برو شرکتت رو ثبت کن، اونم رایگان.